اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزانی که سواد ندارند و یا کم سواد دارند، به راحتی این موضوع صحبت امروز است که در خدمتتون هستم. حالا ببینیم که عزیزانی که سواد ندارند و یا کم سواد دارند چه اتفاقاتی در مورد اونها و یا به خاطر اونها میفته. اول در مورد صحبت‌های امروز من از همه عزیزان عذرخواهی میکنم، اما چاره ای نیست و ما با یه حقیقت روبرو هستیم و باید سعی کنیم که اون رو اصلاح کنیم تا جامعه ما از آسیب‌های مختلف و همچنین طمع دشمنان در غارت اموال کشورمون و سوء استفاده از ملتمون هم به اصطلاح در امان باشه. عزیزانی که سواد ندارند و یا کم سواد دارند به راحتی در معرض خطر همکاری با دشمن قرار دارند. به راحتی تحت تأثیر منفی رادیو تلویزیون و شبکه‌های خارجی قرار می‌گیرند. چون این عزیزان در برابر دشمنان زود فریب می‌خورند، حتی اگر در یک جامعه یک فرد بی سواد و یا کم سواد هم وجود داشته باشه، کشور از اون سمت کاملا آسیب پذیر خواهد بود. در برابر مقدار کمی پول، پست و یا تهدید در از بین بردن دانشمندان و یا افراد کاردان و کلیدی دولت و کشور خیلی زود با دشمنان همکاری میکنند که اثرات غیبت این گونه عالمان از جامعه هم جبران ناپذیر خواهد بود. چون تعداد این گونه افراد در کشور زیاده، بنابراین مؤثرترین نقطه ضعف دولت و کشور هم میتونه همین مورد باشه. چون به راحتی تبلیغات مسموم دشمنان رو اینا باور میکنن و به راحتی میتونه یک اغتشاش یا شورش هم در کشور به اصطلاح رقم بخوره. عزیزانی که سواد ندارند و یا کم سواد دارند نسبت به بهداشت فردی و اجتماعی خیلی ضعیف عمل میکنن و در صورتی هم که به اونها به اصطلاح تذکر داده میشه و اونها دعوت به بهداشت میشن، هم بیشتر اونها در جواب میگن که ای بابا خیلی حساس نباش. در صورتی که این عزیزان با این کم اهمیتی به اصطلاح به بهداشت باعث شیوع بیماری‌های مختلف میشن، هزینه‌های درمانی و در کل هزینه‌های کشوری رو مثل مصرف بنزین و سوخت، ایجاد آلودگی هوا، آلودگی صوتی، اتلاف وقت در مطب‌ها و داروخانه‌ها، گرفتن وقت از بیماران واقعا نیازمند، پرخاشگری های مختلف و غیره رو هم اینا بالا میبرن. اکثر این عزیزان نسبت به مصرف کالا و یا امکانات زندگی مثل آب، برق و گاز و سوخت و غیره هم اینا بیخیالند و به این گونه آسیب های جبران ناپذیری رو به کشور وارد میکنن. به سختی برای یادگیری روش‌های تربیتی اقدام می‌کنند و یا اینکه اصلا اقدام نمی‌کنند. هرچند مسائل تربیتی رو در موفقیت زندگی بچه‌هاشون اینا مؤثر می‌دونن. در صحبت کردن با این عزیزان باید خیلی مواظب بود، چون احتمال داره که از حرف‌های تو برداشت دیگری غیر از منظور تو به اصطلاح داشته باشن که باعث رنجش اونها میشه و آشتی کردن با اونها هم مشکله و یا در بعضی مواقع اصلا امکان پذیر نیست. این عزیزان مشکلات رو نمیتونن درست ریشه یابی کنن و اگر در مورد اون هم توضیحی دریافت بکنن، بیشتر اونها به اندازه کافی به اصطلاح متوجه قضیه نمیشن و بقیه هم که اصلا متوجه نمیشن.
چون سطح سواد کافی ندارند، بنابراین در کارآفرینی و ایجاد تولید در کشور به دولت و ملت نمیتونن کمک بکنند. چون تخصص لازم رو در هیچ کاری ندارن و به غذا و امکانات زندگی هم برای به اصطلاح نیاز دارن، بنابراین در جامعه فقط به صورت یک مصرف کننده ادامه زندگی میدن که برای دولت بار مسئولیتی زیادی رو تحمیل میکنه و چون تعدادشون هم این عزیزان زیاده، کشور بار سنگینی رو تحمل میکنه. چون دولت باید برای این قشر کار فراهم بکنه، امکانات غذایی فراهم بکنه، مسکن تهیه بکنه و سایر ملزومات زندگی هم به همین گونه. دلایلی که برای مشکلات در ذهن خود دارند رو قطعی و یقینی میدونن و هیچ وقت اون رو با دلایل حقیقی و منطقی عوض نمی کنن. مثال واضح این امر برای ما شیعیان اصرار این گونه افراد بر دلایل خود در برابر حضرت علی علیه السلام در جنگ صفین بود. یعنی یک فرد بی سواد دلایل خودش رو حقیقی و خداپسندانه تر از دلایل حضرت علی علیه السلام میدونست که عالم بود و چون تعداد اینها هم زیاد بود، دلایل خودشون رو بر حضرت علی علیه السلام تحمیل کردند. بی‌دقتی در حرف‌هایی که میزنن ممکنه زیاد باشه و عارضه ایجاد کنه. حتی یکی از عزیزان به خود من تعریف میکرد که من هر جایی که هر حرفی دلم بخواد میزنم و اگه دیدم اشتباه کردم میگم که خب من بی سوادم، منو ببخشید لطفاً. بسیاری از افرادی که مزاحم مردم میشن، اهم از تعرض و تجاوز به زنان و کودکان، دزدی‌ها، کتککاری‌ها، غم کشی، قتل، جنایت در میان این گونه افراد قرار دارند. این گونه عزیزان چون روش‌های کمک به جامعه رو نمیدونن، بنابراین دولت و متولیان امر رو در کشور بیاور میگذارن. یعنی چون تخصص هیچ کاری رو ندارن، بنابراین دولت در جامعه سازی از اینها نمیتونه کمک بگیره، از اینها نمیتونه استفاده بکنه. و چون این قشر اکثریت جامعه را هم تشکیل میدن، دولت از منبع بزرگی از سرمایه جامعه، یعنی این افراد چی هست؟ محروم هست. این افراد ضمن این که برای رونق گرفتن جامعه کمک نمی کنند، چون علت بدبختی های خودشون رو هم دولت و سایرین میدونن، بیخیال زندگی میکنن و چون بیخیال زندگی میکنن مراقب اموال عمومی هم نیستن و حتی بعضی موقعها به عمد در تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم هم شرکت دارند. این گونه افراد به راحتی دروغ میگن، تهمت میزنن، تحقیر میکنن، فحش میدن و کلا آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی دارن و به راحتی هم برای راحتی خیال خودشون مسائل رو توجیه میکنن و یا در مراسمات مذهبی برای اصلاحات در جامعه شرکت نمیکنن، بلکه به این دلیل شرکت میکنن که آثار مخرب دروغ‌ها، تهمت‌ها، تحقیرها و غیره که داشتن رو به این نحو از بین ببرند که این هم امکان پذیر نیست. به خاطر اینکه قرآن کریم راه نجات و سعادت رو تنها در ایمان و عمل صالح میدونه ولا غیر. این عزیزان چون در امر تربیت که نیاز ضروری جامعه است هیچ سررشته‌ای ندارن، بنابراین هم به خودشون آسیب میزنن و به افراد تحت تکفل و سایرین. این عزیزان یا شغل ندارن و یا شغلهای خیلی ضعیف و کم درآمد دارن که مشکلات فراوانی رو سبب میشه. اما حتی در این شغلها هم به علت عدم دقت و نداشتن علم و اطلاعات کافی در مورد شغل خودشون،
به تمام مشتری ها آسیب میزنند که در برگشت مردم هم از روی تجربه در معامله‌ای که با این عزیز داشتن دیگه با اون معامله نمی کنن و در نتیجه کار و کاسبی این عزیزان هر روز کسادتر میشه و به همون اندازه و شاید هم بیشتر بر مشکلات زندگیشون افزوده میشه. این مشکلاتی که عرض شد اختصاص به کشور خاصی نداره و این گونه مشکلات در تمام جهان به همین منوال پیش میره و تنها راه نجات کسب علم، آگاهی و تعهد برای همه افراده، حتی یک فرد هم استثناء نداره. از اینکه لطف فرمودین و توجه کردید من تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.